بازم سلام و درودی به پایان خدمت با کلی هموطنان، کلی پادپیسچکان میرسانم. برادران که بیرون از وطن هستند سربلند باشید، نامبردار ملت، نامبردار وطن، نامبردار شهرکی خود باشید. البته برنامه خنده شو برای شما دست اول خواستم که در آغاز برنامه یک دو مصرعی زنگیر نیستم چیست برای شما رفتیم. ترا چند بار گفتم مالی من زنگیر نیستم، حکم در رسیه های باید منش بیستم، لیکی روزم ندادی خوردی دل و جگر ما، SMS روی همه که خستم ای خوابم. همیشه این بهانه رایی کن خواستگارا را، اول فکری تو یکم بعد دیگری کارا را، فکری اکتا نکن بیایا ای رسیه، اپایی گنسون بیما میتیو مشنسیه. زنگیر نبودم زنگیرم کردی در پرابلم هود، زنجیرم کردی زنگیر نبودم مجبورم کردی در پرابلم هود، زنجیرم کردی. عجب عجب ناز داری گیا کی پرواز داری، بس صد حیله و نیرنگ خطا در دل جا داری. دعا میکنه که همه وقت در لبانتان خنده هویدا باشد. مردم تاجیک، کلی مردم همزبانان، چه غریبی از افغان هستند چه ایران هستند، با کلی هموطنان همزبانای خودم تکرار به تکرار دعا میکنیم که همه وقت در لبانشان خنده هویدا باشد. گفت خمان در لبانشان خنده هویدا باشد و غم و اندوهشان از دلشان دور باشد. البته رفعت جمشید در خدمت ما و شما هست. طوری که گفتیم سوال هایی که شما در کامنتر می نویسید، سوال های شما را من یک بر رفعت جمشید میرسانم و نگفتن که اگه سوال هایی که بسیار بسیار نوشتن نخونده در رفعت گفتن میگم. سوال بر رفعت شما چنان به خاله من مانندید که وای مادر شما به شهر توس تیز تیز می اومد میرفتن، به خاله من مانندید. خیلی گفته میگه اوچه شهر توس بسیار میرفت می اومد. این حال پدرم در شهر توس زندگی میکند، همراه 3 خواهرم با مادر دویم. انا برادر سوالی تو این آتش در همونجا بوده، خودت خلاصات برو سربلند باشی. انا میریم. رفعت بانو سوال بر رفعت بانو گفته که تو هم خیلی خوشرویی، هم خیلی با ناز میکنی، نازات هم خیلی میزیبته که هر وقتی که من تو را میبینم وزریف میتون. دیگه ببین تو بوم اتمی بمبی وزریف میتون. یه من مستعد بشم با من وزریف نتون. خیلی چی گفتن ایشا وزریف دام. خیلی یا بالا که طبقه وزریف نتی آینده در کار میوی بو با همین رفعت نشه. انا میریم. سوال بر رفعت بانو در کودکیتان یگان بار محمد مرو گفته شپلا چپ کنید. هست سوالم خیلی خوبی گفته در کودکی محمد چپلا کنید زندگی کن. ماما خر واره من زندگی دیدی ماماش خر واره میده زندگی ده. نکم در حقیقت راست میگه. یا بار ما رفتیم خونه رفعت بانو شون میمون شدیم، هم در پیش ما ماماش هم خیلی گیزلگی داشت. اگر ما نمیشتیم انیق میزدش. مامای رفعت گنده ایو با میریم. نه ایش سوالش مده بوده دوست مراد همین رفعت تو در گنده معقول شده که کلیپ خیلی سریالش کدشتی. من تو در معقولم که کلیپ سریال کدشتی. سوال که برمه سوال مده خیلی هایی مده معقوله معقوله که چه معقوله خیلی دختره که خشرو خیلی دختره که ستاره گرمک کی ده معقوله معقوله نکیم افسوس میگه که مالی من نیست. خیلی برادرها این مقصد صاحب شوهر هست با شوهرش رفیق من همچون همکار هم خیلی مده معقوله که انا بخیر سربلند باشه یه همکار مشوخی کرده میزنه. بازم میریم سوال جواب. سوال بازم برای رفعت بانو میگه که هر وقتی که شما کلیپ کنی میرین بخشش کم ترک مود تلفن شید، میگه هر وقتی که شما کلیپ کنی میرید در روتون چند کیلو 8 کیلو کم میزنید. این سوال خیلی هر وقت کلیپ کنی میری در رو چند کش پکلوف که میزنی. میگه که یک کلی ابر میخیزه بارانی سخت میریزه وای بر حال خوشرویی شکت رو میریزه. البته
چند کیلو شکاتور و سرما و چی میگن امورا؟ مکیاژ و پدیکور و میدیکور و هم خیلی چند خم میزنی؟ ایراد امو دختره که مرا آرایش میکنه امرا کفته یافتن در کره ایوه پرسیدن در کره شما خطا نمیدین چند کیلو میکنی نه؟ خیلی کازی دخترکای زمانایی بسیار شدن همه دخترها داخل نداره و دخترکای هستن که چه پیش تومونی اینا پادزم نخاطی میگذاریم چون میدونیم سلفی میکنیم اوه پوکزت چه میکنن که اون وقت بابامون میگفتن که چه نیکوتون چوی داره اکاز دخترکای چه در چه بسیار میشینن میسوسو میگردن چند سنتر دا بیسو میگردن اگه شوخی کردن میزنیم اما وقت دخترکای زیبا سربلند باشد بازم سوال نوبتی ما انا میریم سوال جواب بازم سوال رفعت بانو شوهر دارد یا نه و صاحب چند فرزند است انا سوال عین حال شوهر دارم فرزند ندارم راستی گپ شوهر داشته یا کودک نداشته انا در تویش ما خودم برنده بودم با امروی روزبک فیضعلی توی میریم عروس خانمی رفعت بانو راستی گپ رفعت بانو را خیلی میدیدیم میشناختیم و گپی نبودیم بعد در همون روزی توی شناس شدیم 11 خطی شناس شدیم 11 با ایرانی 11 ایرانی راستی گپ با برادرمون کم کم با سپانسر موشید و برادرمون خیلی 11 خوب داریم 11 ایرانی داریم دعا میکنیم که فرزنددار شوند رفعت بانو البته با درجه نوشتن که رفعت بانو شوهر کردنی نیست ما زنگیریم خود برادرها خود بگو اسپید نکردیم شوهر داره اسپید نکردیم در اینجا باید اسپید نکردیم دیگه چی جوی گپ میزنیم خیلی سوالایی که دادن همون سوالا رو دیدم بازم میریم رفعت بانو همین روزا شما در چی کار و بار مشغولید اگه مقصد رفعت بانو همیشه روز در چی کار و بار بندیده اگه گفتنی همین برادرمون راستی گوزیر از در خونشی میشینم بیکار با کلیپا رو کهی میکنه اسپید میکنه دیگه روز میگه در خونش اشتگاه ما بریم از خونش رو موشید خب میگیریم میزنیم کلیپ شون کنیم راستی گفت حالی 4 کلیپ دیگه آماده شده ایستاده رفعت بانو ما خودمون یک جای دستگیری کرده استیم که همین رفعت بانو یک هنرمندی پیش تاجیکستان شود و نامبردار ملت نامبردار وطن شود چی گفتی رفعت بانو سلام بازم میریم از خفای سوال و جوابمون نه در اینجا نوشتن که رفعت بانو در اینستاگرام نوشتن که رفعت بانو در اینستاگرام یک پریکول کردگی من یا دیدم یا ندیدم رنگی که دیدگی بوریمم نوشتن که در اینستاگرامش گفته که در همین دنیای دو روزه برنس چویا بزنیم خیلی هم این رفعت بانو هم بینه دختر شوخه چیزایی که شما میبینید که در حقیقت شوخی کرده همین کارو رو میکنه خیلی اگه در نزد کم تاک شرم کرده میایستاد لیکن در حقیقت در اصل دختر شوخ طبیعت است او گفته که 2 4 5 5 25 نکرده 10 نکرده 15 20 دختر شوخ حقیقت شوخی میکنه همون رفیقایی که در گرد نفا شیشتگه میخواد که ما رو بخندونه در حقیقت دختری که شوخ است میخندونه سوال برای رفعت بانو همین شب و روز شما در چی کار و بار مشغول هستید بازیر از پای کلیپ ها ثبت کلیپ هستم سرودای نو آفرین مقصد که در آینده کلیپ های نوی رفعت شما میتونید که تماشا کنید انا بخیر یک کلیپ برآمد بچه دنگره خودم دنگرگی که هستم در رول خودم بازی کردم بچه دنگره گفته بهترین کلیپ است محرمت اگر کسانی که تماشا نکردن تماشا کنند بازم سوال جواب انا یک سوال دیگه رفعت بانو من زنگیرم یکم خواهر نداری که من بزنی بگیرم سوال زنگیر بودن مردم خواهر دارم 3 تا خواهر دارم اینها خوب هستن ولی طلبی مکتب هم؟ بله آفرین بهترین انا با سوال رفعت بانو چی ده اول بیزه بدی و حاضی خوشی شدی؟ نه آدمایی که پیش من رو میشناختن اینی حال میگوین که بیزه شدی پیش وقت که کسمتیکا نمیکردیم در بامون هر یک چیزای و نمی خیمیچیسکی استفاده نمیبردیم طبیعتاً چی خیلی بودیم هم خیلی میگشتیم اینی حال پیش شد نیستی در اینجا بسیار سوال هم نگی رفعت بانو چند ساله اکا دختر مردم باید نگه سال شد همین تخمینا 22 ساله شدی هم 25 سال خیلی 3 سال هیچی گرم ندارم 3 سال نه باید بخونه فهمونده استم شما را سین سال شدید چند سال ما دیگه که چند ساله اینو بفهمید یا بالا کرده تو شفته
رفاعت بانو در کلیپ زنگیر نیستم دو حامله‌دار بدید. در همون شکمتون چی مونده بدید؟ یا که در حقیقت حامله‌دار رید؟ خیلی سوال مونده. چند تا خیلی سوال بود که در شکمش چیه یا که در حقیقت حامله‌داره. همون روز من در این نیست در شکم چی موندی؟ Спортивкома. спортивком خیلی سوالتون فهمیدید. بازم میریم قفای سوال و جواب. سوال همیه که خب رفاعت شما در کلیپ چه خیلی که بازی کردید در حیات هم میخلید؟ در اصل من در زندگی و دیگر دختر هستم. راست گپ. یکی بسیاری آدمای سوال به من میدید میگوید که رفاعت تو همه وقت میخل هستی. و من میگویم نه من در خونه چی میگن وابشه دیگه آدم وابشه دیگه آدم. من تو مقصد یعنی که رنگی که یکی هنرمندا رو میگن که خانگیریانی بیرون خندان هستن. خیلی آدمایی که خانگی رو رزق میکنن و بیرونگی رو میخندونن. خیلی آدما زیاد بر زیاد هستن. ما ادعا میکنیم که همه وقت آدمیزاد باید یخل باشه، سربلند باشید. تام کوشش که در همین نزد خلق در آینده ما دعا میکنیم که هنرمندی کلان شوید به مثل لیلا خانم، به مثل شبنم ثریا، به مثل منیژه بانویی که عین حال بدیل نزدیک و به چشم دور خانمای زیبا و مثل دیگر هنرمندا پیشرفته باشی و نام ملت در آسمان برداری. سربلند باشن. خیر رفاعت بانو راستی گپ در اینجا برای خودت بینهایت سوالو در اینستاگرام من قدش قریب 110 تا چی شده کامنتار، در یوتیوب 200 تا، با در سامانه سامون لایف قریب چند کامنتار. راستی گپ همه شما رو ما خوندن نمیتونیم از بس که وقتی ما کم است. و هر یک شما دوستان بهتر از جان من خداحافظی میکنم. دعا میکنیم که همه وقت در لبانتون خنده و ویدیو باشد. البته با برنامه شوخی شو باشه.